من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی تنهایی. پس کی کسی میخواهد که ما نشویم؟ بادا. درود خدا بر شما عزیزان دل. راستی به همه ما معلوم است که چند روز پی هم جنگ بود با همسایه، چون ما مقاله داره میگن خانه نخر همسایه خر. و پیش از همه دعا و تمنیات ما چنین است که الهی جنگ نشود. جنگ شد، از طرف همسایه چندین اویله های تاجیک تلف دادن، خانه ها را از دست دادن، ویرانی ها شد. چون جنگ که آمد، جنگل که آتش گرفت، نه کوچک میگوید نه بزرگ، نه تر میگوید نه خشک، همه میسوزد. خدا پناه از این روز. ما وقتی که در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی میدیدیم که چندین اویله ها ویران بودن، این و آن، مردم همه برابر آنها غم میخوردن. تصمیم گرفتیم یک رولک خردکه کنیم. یا دوران زنگ زدیم فوندهای خیریوی تاج مسلم و دیگرها که چیکار کنیم، باز کنیم نکنیم، باز کنیم نکنیم. بالاخره تصمیم گرفتیم که باز کنیم، چون چندین فوندهایی که بودن ما هم باوری نداشتیم و هم مردمی ما حالا برای اون آماده نیستند. 10 کس بولتیا 10 فکر دارد. از این سبب برای ما پیشنهاد کردن، گفتن که پیش صف یکی از فوندهای دولتی است، ما میتوانیم نوار کنیم اما پول را او جمع کند. بسیار خوب. قصه کوتاه در مدت 4-5 روز قریب 5 میلیون سومان جمع شد و اینک آمد تا 720 چند نزدیک میلیون سومان پول جمع شد. بالاخره آمدیم خواستیم که کمک کنیم. متاسفانه گفتن دیگر جای نیست، یعنی که الکی همه تقسیم شده است. تمام مسائل های ساختمانی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان الکی تقسیم شده است. راستی کمی ما با فکر افتادیم و بعداً با نماینده های ولایت، با رئیس ولایت و معاون ها تماس گرفتیم. گفتیم که آخر ما را نیز امکان بدهید، چون خیر تقسیم است. ما را نیز امکان بدهید، ما را نیز پهلو بگیرید، ما میتوانیم همکاری کنیم. لااقل این پولی که ما جمع کردیم قسمی از آن هم اگر که بشود ما کمک کنیم. گفتن دوام 1 روز جواب میدیم. در مدت 1 روز با ما تماس گرفتن، گفتن مرحمت میتوانید پهلوی ما باشید و در یک جایی با حکومت جمهوری تاجیکستان و ولایت سوخت ما از آن همون روز شروع کردیم. همگی مبلغ جمع 782,000 سومان شد. باز یک فوند خردکه که دیگر هم در ما جمع شد که این فوند منصور نعمتов بود که خودی دیروز 76,000 سومان و 513 با ما آورده دادن. یعنی جمع 782. چی است؟ 363,000 سومانی غشتی پخته، 140,000 سومانی شبین شغال، 84,000 سومانی تریزه با شهری اسفره، 38,000 سومانی بلوک غشت، 40,000 سومان با اویله های شهیدان و 117,000 سومان نیز باز تریزه ها با ناحیه باباجان غفور باچه قلچه. بسیار خوشحال میشویم که در هر مصیبت مردم یک میشوند. بسیار خوشحال میشویم که در روز تنگی همه از یک گریبان سر میبراریم، چون میگفت زوری مشت از وحدت انگشت ها آید به دست. انا همین ما را خوشحال میسازد. گفتنی این پروردگار خیر شما را قبول کند و بلا را دور کند. خدا نگهبانتان. برنامه پره مفصل در شبکه صالحین تیوی مکتوب بر میبراید. خداحافظ.